دوستان عزیز و همراهان گرامی، امروز آموزش تعویض بوربلنگ چرخ جلو 405 رو میخوام واسهتون بذارم. امیدوارم که نهایت استفاده رو ببرید. اولین کار دیسک چرخ رو باز میکنیم. بعد خار سگدست رو آزاد میکنیم. بربونی بیار جلو. خار سگدست به همین حالت که نشست آروم با پیش دوشی تخت نگاه قشنگ به این حالت آزادش میکنی. بعد نوبت توپی چرخ عقد سگدست جداش کنیم. به این حالت رو دستگاه قرارش میدیم و حالا یه بوربلنگ چرخ جلو پلاک گذاشتیم واسه اینکه سگدست صاف باشه. بعد با یه فول چرخ عقب 405 توبی چرخ رو آزاد میکنیم. به این حالت آزاد کردیم. باید دوستان عزیز حواستون باشه موقعی که پمپ میزنید اگر توپی گیرپاش کرده بود و آزاد نمیشد بیش از حد پمپ نزنید که دوربین بیار جلو. جای پیشایی که سلند ترمز قرار میگیره کج میشه و درگیر میشه، صدا ایجاد میکنه. اگر گیرپاش کرده بود که باید با هوا برش داغ شه و بعد آزادش کنید. حالا نوبت بوربلنگ خرابه که عقد سگدست جداش کنیم. لوله‌ای که زیر سگدست که قرار میدیم حالتی باشه که بوربلنگ از داخلش رد شه. این حالت زیر سگدست میذاریم. بعد با یه سرپولوس پراید که ما اومدیم بالاشو برش زدیم به این حالت در میاد. ساژمه ها داخلش هم که کامل خالی کردیم. اینجا قرار میدیم.
بوربلنگ خراب هم از قد سگ دست جدا کردیم. واسه جا زدن بوربلنگ نو به این حالت بوربلنگ جا میزنیم. یه چند تا ضربه اولیه باید به بوربلنگ بزنیم که بوربلنگ جای خودش رو بگیره. قشنگ به این حالت بوربلنگ نگاه کن داداش چطور نشسته. بعد با همون کنس بوربلنگ خراب بوربلنگ نو رو جا میزنیم. حالا نوبت کنسی که روی توپی قرار داره رو میخوایم آزاد کنیم. خب دوستان عزیز، قبل اینکه سنگ‌های رو روشن کنید حتما عینک بزنید واسه اینکه خدایی نکرده چیزی به چشمتون پرتاب نشه. بعد با قلم و چکش کنسی که به این حالت برش زدیم با ضربه آزادش میکنیم.
کنس بدنیه. کنسو که به این حالت آزاد کردیم با یه پارچه زیرش رو تمیز میکنیم. بعد به این حالت زیر دستگاه قرار میدیم. اول کنسو میذاریم، بعد سگ دست رو به این حالت روش قرار میدیم. واسه جا زدن باید به قسمت داخلی بوربلنگ فشار بیاریم یا جلو دونو. یعنی موقعی که اول که میخوایم بوربلنگ رو قد سگ دست جا بزنیم با کنس بوربلنگ خراب روی دورش قرار میدیم، ولی موقع جا زدن توپی رو بوربلنگ باید به وسطش فشار بیاریم. این هم یه فول اکسل 405 به این حالت وسطش قرار میدی. دوستان عزیز حتما موقعی که بوربلنگ رو روی توپی دیگه به این حالت یکیشون کردی با دست حتما بچرخونید که روان باشه بوربلنگ، یه موقعی گیر نداشته باشه. خب رسیدیم به مرحله آخر دیگه، دوباره بستن دیسک. دیسک رو بستیم، مرحله آخر جا زدن خار سگ دست. به این حالت جاش میزنیم، آمادن بستن. بوربلنگ چرخمون آماده. امیدوارم که این پست به دردتون بخوره. موفق باشید.